خب این تصویر کلبه هایدگر کاملا فضا متفاوت، اما اشتراک های وجود داره. اشتراکی که وجود داره اینه که این هم، من حالا نمیدونم اینجا تو اسلاید آوردم یا نه، عکسش رو شما با نزدیکترین ساختمون اطراف ببینی خیلی فاصله است. یعنی اینجوری نیست که همسایه دیوار به دیوار داره. این فضا طراحی شده برای اینکه یک نفری بره خلوت داشته باشه. این ملک هنوزم در اختیار خانواده هایدگره، فروشنده نیستن عزیزان. اگر من امیدوارم اسلاید خونده بشه برای اینکه تصویر رو داشته باشیم و این اصالت اسلایدها به تصویر باشه. من نکاتم رو اینجوری تو فوتر آوردم پایین. عرض این بوده که ببینید، ما به تفکر فراخوانده میشویم. اگر هیچ چیزی در پیرامون شما نباشه، فراخوانی برای دعوت به تفکر هم صورت نمیگیره. بنابراین اگر یادتون باشه، جای من عرض کردم که ما تو تفکر در واقع به شکارگاه میریم. تفکر استقبال از شکار شدگیه، در معرض تیررس فراخواننده قرار گرفتن. یکی از چیزهای مهمی که ما رو در متفکر شدن، این واژه رو هم لطفا خوب دقت بکنید، معمول اینه که وقتی راجع به خرد صحبت میشه، خرد رو به علاوه چی میارن؟ میگن خرد ورز. این واژه درسته، ورزیدگی میخواد، ورزش میخواد، این درسته. اما یه واژه یادگار از من داشته باشید، اینه که خرد بیش از آن که ورزیدنی باشد وزیدنی است. یعنی ما باید در معرض وزش خرد قرار بگیریم. دیدید که شما یک گیاهی دارید، یک گلی دارید، بعد موقعی که خرید میکنید اون فروشنده، در واقع اون پرورش دهنده، بهتون میگه که این باید در معرض هوا باشه. درسته؟ شما گل طبیعی رو بذاری تو کمد، درش رو ببندی، حتما اون گل رو از دست خواهی داد. مراوده داشتن با جهان ضرورت استمرار حیات برای بوته کوچیک. به طریق اولا برای فکر من و شما در معرض وزش بودن است که ما رو خردمند میکنه. در واقع ما عادت کردیم به بادبان میگیم باد. یعنی وقتی داریم راجع به تفکر صحبت میکنیم، به آنچه تفکر را درک میکند میگیم تفکر. شما باد که میاد، بادبان که باد نیست، بادبان باد را ادراک میکند. درسته؟ شما قایق داشته باشی، باد بادک که باد نیست، باد بادک مخاطب باده. ما تصورمون اینه که فکر اونیه که از آن منه. از این رو کردم ببینید که شاید من اونیم که در معرض وزش فکر قرار میگیرم. حالا برگردیم به اسلایدی که اینجا هست. من در چنین محیطی چه نحوی از وزش پیرامون رو تجربه میکنم؟ این وزش فقط درخت نیست ها بچه ها. این فقط گل و تپه و اینا نیست. این وزش در اینجا انسان هم هست. هایدگر اینجا عکس اون ورش رو بهتون نشون میدم. برای خودش چشمه داره، آب میگیره از این چشمه. بعد یه خانم سالخورده ای هست، این خیلی حکایتش بامزه است. این خانم سالخورده از روستاهای پایین هر از گاهی مسیری رو میاد تا به سمت کلبه هایدگر، بعد میاد به هایدگر یه سلام میکنه برمیگرده. نه هم سخن فلسفیه، نه هم سن و ساله، نه مراوده معینی داره. همین آمد و شد بخشی از جهان هایدگره. یعنی یه وقتی که وقفه میفته این خانم نمیاد، براش مسئله است که بعد مثلا میبینه که اون مرحوم شده. به هایدگر پیشنهاد میدن که شما بیا یه تدریسی رو به عهده بگیر. میاد پایین با یکی از کشاورزا مشورت میکنه. من الان یادم نیست که متاسفانه الان وقت نکردم مطالعه کنم بهتون دقیق بگم، ولی توی مایه هاست که مثلا آقا برو سر محصول خودت واسطه، نمیخواد پاشی بری باغچه مردم رو بیل بزنی. این به اعتبار این مشورت از تدریس انصراف میده. ببینید این پیرامون بودنه. آخه ما الان مثلا طرف پا میشه میره در طبیعت، صدای طبیعت رو که انکار میکنه با باند JBL، جامعه اطراف رو انکار میکنه با همراه بردن اطرافیان خودش. یعنی یک حلقه ای که اینجا بوده میره وسط همون حلقه اونجا. بعد شکایت هم میکنه که این شهر، این دیار مهمون نواز نیستن. آقا تو اصلا مهمان اینها، تو یک مراوده‌ای با اینها نداری. شما اومدی سکسک کنی بری، شما در تصرف تور لیدری.
اصلا اینا سفر به عنفه، سفر تجاوزکارانه است. بدو بدو، این انگار داری تیک میکنی. شما کارگاه تولید استوری هستی، یعنی اومدی یه مجموعه از استوری ریلز بسازی بری. تو اصلا آمیختگی با این محیط نداری. اینجا مقوله پیرامون شکل نمیگیره. و از جمله چرا فقط خوشیاشو میاد؟ نگاه کنید تصویر رو. اصلا یکی از اقتضاهای پیرامون دیدن فراز و فرودهای پیرامونه. زمستون سردش هم میاد، روزای تنگناش هم میای. خب اگر شما فقط مهمان سرخوشی های یک محیط باشی، سطح مراودت با اون محیط فاصله داره. بعد این چی میشه؟ ما تمرین روی نمودن رو از دست میدیم. یعنی فرصت نمیدیم که تمام فراز و فرودهای پیرامون به ما روی نمایی بکنه.